سلام. حدود 7 سال پیش بود که یکی از روزنامه‌ها تو صفحه آخر ویژه‌نامه نوروزی خودش یه چیزایی نوشت. تو یکیشون هم گفت که آقا جان برج میلاد کج شده، چند روز دیگه میریزه، اگه بریزه هوا میره میفته رو ساختمون کتابخونه ملی تو عباس‌آباد. ما هم که مدت‌ها بود رسمی به اسم دروغ 13 رو کلاً فراموش کرده بودیم و تو کشوری زندگی می‌کردیم که نه کسی توش دروغ میگه نه کسی دروغ میشنوه، با اینکه اون بنده‌های خدا تو همون صفحه روزنامه نوشته بودن که اینا همش خالی بندیه، ولی تو کتمون نرفت که نرفت. آخرش کار به جایی رسید که یه سری از اهالی گیشا به فکر فروش خونه‌هاشون افتادن و یه آدم خوشحالی هم اونور دنیا نشست تو تلویزیونش و دولت رو متهم کرد که چرا برج میلاد رو کج کرده. البته این اولین خوشباوری ما ایرانیان نبود، احتمالاً آخریش هم نخواهد بود. حتما شما هم شایعاتی مثل ایرانی بودن فردی مرکوری و رؤیت ماه تو شیشه پپسی و کج شدن برج میلاد و راست شدن برج پیزا رو شنیدین و خیلی هاشم شاید باور کرد. مثلا من یادم میاد که تو دبستان به اون میگفتم پفک نخوریم. میگفتیم چرا؟ میگفتن چون از نفت درست شده و البته دلیل علمی و قانع کنندهشون این بود که اگه کبریت بگیری زیرش آتیش میگیره. حالا ما که بچه بودیم ولی با اون پشتکاری که از اونها میدیدم بعید میدونم که خودشون این حرفا رو باور نداشتن. سالها از اون زمان گذشته و پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات باعث شده که شایعات خیلی سریعتر از قبل در سطح یک شهر، کشور و حتی دنیا پخش بشه. البته این پیشرفت‌ها میتونست به ما هم کمک کنه که هر شایعه‌ای رو راحت قبول نکنیم که ظاهراً هنوز موفق نشده. ولی واقعاً تا حالا فکر کردیم که علت خوشباوری مخصوصاً تو ما ایرانی‌ها چی میتونه باشه؟ با یک نگاه کلی میشه عللی مثل نداشتن مطالعه آزاد و در نتیجه کمبود آگاهی و اطلاعات عمومی، در دسترس نبودن منابع موثق و البته به روز، عدم آشنایی به زبانهای خارجی مخصوصا زبان انگلیسی، تنبلی در تحقیق و جستجوی علمی، البته نه در تحقیقات غیر علمی، و از همه مهمتر خیلی موارد دیگر رو نام برد. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا خیلی از موضوعاتی که تو جامعه میشنویم، میخونیم و یا میبینیم و باور کنیم، از اون موضوع ذوق زده یا متأثر بشیم و البته در نشر و اشاعه آن تلاشی مجدانه را مبذول فرماییم. اگر هم یه بنده خدایی پیدا شد و مدرکی برای درستی حرفامون ازمون خواست، با یه قیافه حق به جانب یه سری از سایت‌های معروفی رو نام میبریم که در مورد این موضوع کلی مقاله و تفسیر دارن، یا اینکه تو بدترین حالت میگیم بابا این که تو همه سایت‌ها پره. خب بالاخره خودمونم میدونیم که طرف مقابل هم یکی مثل خود ماست و عمرن پاشه بره اون سایت‌ها رو چک کنه. شاید موضوع رؤیت پپسی تو ما قدیمی شده باشه، ولی اینش قشنگه که اگه الان از هر کسی در این مورد بپرسی، با نگاه عاقل اندرصفی بهت میگه که از اول میدونسته این موضوع از نظر علمی غیر ممکنه و اون تلسکوپی هم که به صورت اتفاقی همون روز رفته از پایین توپخونه خریده فقط برای کشف حیات تو منظومه‌های دیگه است. پس تو این مورد خاص فقط با دو گروه طرفیم، یکی گروهی که از اول این شایعه رو اصلا باور نکردن و گروه دیگه‌ای که ظاهرا اون شب پپسی رو تو ماه دیدن. و یا موضوع تاریک شدن زمین، اونم به مدت 3 روز که این روزها حسابی نقل مجالس شده و حتی بعضی‌ها دنبال برنامه تفریحی برای این تاریکی 3 روزه هستن. البته با یه سرچ ساده میشه فهمید که داستان همترازی جهان همش کشکه و تنها اتفاقی که اون روز میفته عبور یه دنباله‌دار به اسم النین به پهنای 3 کیلومتر از جلوی خورشیدیه که حدود 280,000 بار بزرگتر از خودشه و معلوم نیست چجوری میخواد جلوی نور خورشید اونم به مدت 3 روز بگیره. با تمام این حرفا مطمئناً باز هم دوستانی هستند که علاقه وافری به شایعات و پخش اونها دارن که لازم میدونم چند نکته راهبردی رو خدمتشون عرض کنم. اول اینکه مرحوم گوبلز فرمودن دروغ هرچی بزرگتر باورش راحت‌تر. پس از قدرت تخیل خودتون کمال استفاده رو ببرید و با کمک رسم کهن و شیرین و دیرین یک کلاغ چل کلاغ شایعه رو حسابی پربارتر کنید. مورد بعدی این که اگه در جواب کسی که ازتون میپرسه این مطلب رو کجا خوندین، با افتخار برمیگردین میگین
تو گوگل یا تو بالاترین، باید بگم که خیلی ضایعین. دیگه الان همه میدونن که گوگل تولید محتوا نمیکنه و فقط یک سرچ انجینه. بالاترین هم که سایت اشتراک گذاری لینک و هر کی میتونه هر چی دوست داره درست یا غلط تو وبلاگش بنویسه و لینکشو بذاره اون تو. تازه فتنه‌گرم که هست. به جای این میتونین از سایت‌های دهن پرکنی مثل ویکی‌پدیا، CNN، خبرگزاری رویتر و از این قبیل نام ببرید. همچین خیلی هم لازم نیست که اون سایت مربوط به موضوع شایعه باشه. مثلا اگه کسی ازتون پرسید از کجا فهمیدی مصرف کله مرغ هندی باعث سرطان پروستات میشه، میتونین بگین تو سایت ناسا خوندین، چون هم اسمش با کلاس و نشون دهنده سطح علمی بالای شماست و همین که جو به زبان فارسی نیست خود به خود طرف بیخیال چک کردن اون میشه. و نکته آخر این که برای نشر شایعات علاوه بر شبکه‌های اجتماعی از روش‌های سنتی هم استفاده کنید. پیرن صورتی دل من آوردی، کشتی تو منو غم نخوردی. مثلا وقتی توی تاکسی نشستین به علت تعداد کم شنونده فرصت کافی دارین که تحلیل هاتون رو واسه تک تک اونها بیان کرده و قانعشون کنید. علاوه بر این شما این اطلاعات ارزشمند رو در اختیار راننده گرامی قرار دادین که نقش برجسته این صنف در تصحیح، تفسیر و انتقال اطلاعات بر هیچ کس پوشیده نیست. و اما برای دوستانی که تو این گروه نیستن و اصلا علاقه‌ای هم به شایعات و نشر اونها ندارند هم پیشنهاداتی دارم. پیشنهاد اول این که به گروه اول بپیوندند و از لذت سر کار گذاشتن مردم و اظهار نظر کردن در هر موردی مستفیض بشن. و یا دوم این که قسمت‌های بعدی این مجموعه رو دنبال کنن. البته من نه قصد و نه اونقدر دانششو دارم که بخوام این مشکل تاریخی رو حل کنم. فقط سعی می‌کنم تجربیات خودم رو تو موضوعات مختلف باهاتون در میون بذارم. البته اگه تا آخر 2012 دنیا تموم نشه، برای مشاهده قسمت‌های بعدی این مجموعه میتونین صفحه ارسان تیوی رو لایک کنید و مطمئن باشید که با لایک کردن اون $1 که خوبه بگو 1 تومن از طرف هیچ نهادی به هیچ نیازمندی تو هیچ جای دنیا کمک نخواهد شد.